چولاق پلید نهایت حقش را گرفت. شاید دوکایها باز مرده است. شما مرا غیبت دارید همین طور. بم بم پاترون برگشت. چولاق التماس مرا نکش. این جای من است. چولاق هیچگاه تسلیم نمی شود. شمایان همه سگانی منید. من نه کارم را سر کردم. من آن ملموی را میکشم، آن آگهی پلید را، آن سفیر بزرگ را، همه اشان را میکشم، همه اشان را میکشم. کنی برایید شمایان در کجایید؟ کنی برایید؟ گابزن چولاق با مکانی خودش هجوم کرد. همه را کشت، همه را به قتل رساند. او دیوانه شده است. چی شده است؟ این جاسوسمون است. چولاق به قرارگاهش حمله کرده همه رو کشته است. او انیق دیوانه شده است. وای داد زده میگوید که سفیر بزرگ و همه دیگران را میکشد. چونین مینماید که او عقلش را خورده است. پیوسته داد میزند. تو میدانی او به کجا رفت؟ نه. زود به ماشین سوار شد و رفت. خب من میرسونم. چولاق گفته است که سفیر بزرگ و همه را میکشد. او نشان دادن میخواهد که رفتنی اون نتیجه بخش میکردد. تا فرود آمدن هواپیمای سفیر بزرگ چقدر وقت مانده است؟ باید فرود آمده باشد. خیرته؟ این طور خوب نیست مگر؟ وقتای آخر خانه امون بیمار خانه بود. یگون چیز میخوایی خوشرویکی من؟ نه مادر تشکر نمیخواهم. شما دختر ما رو بیمار کرده اید. دختر من با غیرت است. پدر گابزن دخترم، وقتی که شما به کمک من شتافتید با یگون کس یگون واقعه روی نداد. یعنی همه خوبند. سلامتی خودت چطور است دخترکم؟ همه صحت و سلامتن، تو غم مخور. من خوبم مادر، لطفاً به من زیاد فشار نآورید. البته تو خوب هستی دختر جان. آخر تو دختر کی هستی؟ من با قسم نظامی میروم. با من زود خبر دهید. مایل